رضای پهلوی بچه مولوی. آقای محترم، ادبیات ایران ارزش داره. بله، چرا ادبیات ایران رو زیر سوال میبرید؟ آقای محترم کجاش ایراد داره؟ کجا؟ کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی میگه؟ شما میگید حاجی قضیه شینه این احمق فکر کنیم این میگه بچه مولویه، یعنی فکر کنه بچه مولویه، بچه خیابون مولوی نه اما بچه مولوی. بعد این نمیفهمه، اونم بهش نمیگه، دوزاریشو نمیندازه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. نگاه ادبیات ایران رفته کجا؟ همون جایی که بودی. هستم. ای معنی حرفو نمیفهمی. تو یکی بیشتر میفهمم. کجا؟ نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون بیا مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. خیلی خوب، پس چیه؟ ادبیات چیه؟ و ادبیات اصلا نفهمیده. چه فرقی میکنه؟ تو نمیخوای بفهمی، خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم، تو که میفهمی چرا همچه غلطی میکنی؟ غلطو میکنی. برو مردی که گسه برو گم شو. خودت گم شو. بی شخصیت بی خیلی باله راجی. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایراد میگیری. تو خودت رفت تا پای ایرادی. توی هیچ هم ایراد نیستیم. تو ایرادی. فهمیدی؟ تو سر تا پای ایرادی. نخیر آقای محترم. بلند میگیرم اینم بشنوه. بگیرش. تو بی ایرادی. تو امثال تو هم. نخیر آقا، ادبیات ایران حق ندادید. این بچه مولویه. آره من میگم برو گم شو. الاغی مثل تو الان میگه. گم شدی بسته. الاغی مثل تو میگه بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایران. بابا داشتن وای عجب خریه. در جمله معروف بزرگترین شاعر ایرانه. کر خر چرا نمیفهمی؟ کر خر چرا نمیفهمی؟ بچه مولوی تو خیابون مولوی به دنیا اومده. همینطور باباشم تو سنگلش به دنیا اومده. آجید اصلا نفهمیده این میگه بزرگترین شاعر ایران مولوی. خیلی آجید و خدا بود میوهشم ساختن. کر خر چرا نمیفهمی؟ بچه مولویه. بچه خیلی خب ببینیم دیگه چی داریم.